نظر باید کنیم. نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه های خوجند. این خودروی استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشان ساخته است. این ساخته سمیر جباروف است که می‌خواهد در آینده با اختراعکاری نام برآورد. برای ساختن نسخه این خودروی معروف جهانی وی 5 ماه زحمت کشیده است. با کمک پدرم ساختم این ماشین، برای چیزاش آورد دادم ساختنم. تقریبا 20,000 سومه. این ماشین با قوه برق کار میکند، با اکومولاتور. یک نورس دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین آمریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوع ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجگین اختراع عجیبی داشت. او می‌خواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک‌های یاریرسان آسان‌تر کند. بابای بیبیم به من نقل می‌کردند که وقتی که ما در دورهای پیش کامباین‌ها زراعت‌های دانگی را درآ می‌کردند، ما از قفای آنها خوشه‌هایی که در زمین پاش می‌خورد می‌چیندیم و من به خلاصه رسیدم که کامباین را سازم که هم درآ کند و هم بعد درآ کردن خوشه را چینده به خودش جمع کرده کارهای دهقان‌ها را آسان کند. همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوا آزمایی می‌کنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد. قبل از این آزمون در دور منطقوی و دور ناحیوی شهری برگزار گردید و اخیراً 1439 نفر بهترین ها از به دور سیمن به دور ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند، از اینجا 156 نفر بهترین ها به دور جمهوری راه می‌یابند. در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می‌کند. صدها نورس و جوانان اختراعکار می‌خواهند در راه اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.